این مردم خوب مردم رو نگاه میکنن نگو خیلی که مردم رو نگاه نمیکنن. در دوره جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک روز پیغمبر مبارک قطعی اصحاب نشسته بود، یک جنازه تابوت رو گذراندن. مردم ها گفتن که بسیار آدمی خوب بود، خوش اخلاق بود، مردم ها رو نصیحت میکرد، آدم ها رو خوب میگفت که دوست میداشت. بهترین مسلمان یک دیگر دوست بداریم. ای خودمون هیچ کس پایه نگیم. بخواه که اگر انسان شود ای خود پایه هیچ کس نگو. یک از گفتن فلانی بگه ما بالای باید. بعد پیغمبر خدا گوش کرد تعریف کردن آدمی خوب بود، اخلاق خوب داشت، همسایه رو حرمت میکرد. باور کنید حاجی مولای قطعی همسایش قاری است، ایشون قطعی همسایش قاری است، حاجی قطعی همسایش قاری است. ها چی نمیری؟ تو نمیری قطعی همسایه اول وقتی شوی چی نمیری حج؟ ترا حاجی بگو، ترا تعریف کردن که به حج رفتی اومدی؟ استغفر الله. کاش که اتفاش حج رفتن میرفتی همسایه درش تختم میکردی السلام علیکم اکم میبخشی من در محققی جنجال کردم که پای بعد گفتد مرا ببخش. این میره انسانی میگن. پیغمبر گرامی اسلام میگه که و عن ابی هریره رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول از زبان زیبای پیغمبر شنیدم. این چه خیلی روز مشتاقیم صحبت میکنیم از سوی پیغمبر. وقتی پیغمبر میشیش همین سخنان را زبان با زبان آمدن، این نوشتن بعد آمد، پیشتر همه چی را از یاد میکردن.